روز حضرت عمر گریه کرد. رسول الله گفت عمر چرا گریه داری؟ گفت حضرت جان می کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام کارو؟ گفت خودت میدونی که من مشهور بودم دخترها را زنده به زنده زیر خاک کردم. من 20 تا دختر زیر خاک کردم. 17 تا شیخ دم نیست، دخترای رفیقم 3 تا شیخ نیست. 3 تاش 2 تاشم پروانه دادم. دخترچه سیما وقتی گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه ناز میکرد با پدرش استراحت رفته، گیردی ما بازی میکرد. من قبرش میکندم، خاکا در ریشای ما میچسبید، میومد آتجان گفته ریشای ما را تازه میکرد و نمیدونست که قبرش است. و ماندمش با چیزی وزبین زدمش ناله کرد. آتجان من چی گناه کردم این معامله را نسبت من؟ هر بار همیشه قصه دا میومد رسول الله چی میگفت؟ اعید یا عمر یه بار دیگه قصه تایسر همیشه میرسید. رسول گفت عمر اگر اسلام قبول نمیکردی آتش جهنم انتظارت بود. و این اسلامی کارایت را از بین برد. رفیق خوب انسان از چه حالت به چه حالت میبرد.